ظریف علیزاده امبودسمن تاجیک اعتراف کرد که حکم دادگاه ها سنگین شدند. او گفت در نیم سال اخیر به این مضمون 40 شکایت گرفته است. علیزاده اشاره کرد که کودکس جنایی نیاز به تحریر دارد. باز یک گروه کاری کار کرده شده است وابسته به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و در پیام‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی سپارش‌ها بودند که کودکس از نو تهیه کرده. امبودسمن تاجیک بالای حکم دادگاه‌ها در مورد پرونده‌های اقتصادی تاکید کرد و اظهار امید نمود که فعالیت گروه مخصوص کاری جزاها را نرمتر می‌کند. از مسئله این ما گومانیزاسیون میگیم، یعنی از نو دیده برآمدن همین جزاهایی که در کودکس 1998 آنها پیش بینی شدند. اگر ضرر رسونده شده تلافی کرده شود، حتما جزای غیر حبسی یعنی جریمه تعیین کرده می شود وابسته به جنایت‌های اقتصادی. همین خیلی منه ترتیب است. حقوقشناسان با توجه به فعالیت چنین گروه‌ها در سالهای پیش به تغییر یافتن وضع چندان باور ندارند. چند سال قبل با در نظر داشت گومانیزاسی ادای جزا موافق مقصد دانستند که در رابطه با صادر شدن جنایت‌های خصوصی اقتصادی و یا نچندان خوفناک و ترتیبات جمعیتی را خلل‌دار کننده با پرداخت مبلغ عوض شد و این آلترناتیو بود و خوب نیز است. ولی باعث تأسف است که با مرور زمان بعضی نهادهای دولتی با استفاده از سوبیکت تشبثی قانونگذاری بودنشان پیشنهاد کردند و طریق حکومت باز به حالت پیشینه برگشتیم. تحلیلگران میگویند در یک سال اخیر تغییراتی که به کودکس جنایی تاجیکستان وارد شد برعکس جزا را سنگین‌تر کرده است.